شو جنایتکار. لطفاً التماس میکنم داد نزنید. نه اوی، اگر یک قدم دیگر نزدیک شوید چقدر آوازی که دارم داد میزنم. خانم زهرا از اینجا رویم، همه شو با شما میفهمم. خاموش شو. تو چی خیلی انسان هستی ها؟ تو چند روی داری؟ دروغگویی ساخته کار. گوش کنید خانم زهرا. با دقت همه گروه ها در آثارخانه مرکزی دزدی شده است. کسی در نزدیکترین مسافه باشد به آنجا حاضر شود. مرکز فهمیده شد. من سرکمیسر اونال به جای حادثه انتقال میکنه. فهمو؟ من باشم جناب وزیر یاردمچی کمیسر لوین. ای احمقی نکن لوین. زود گاز را زیر کن. زود باش. رفتم دزد رو دستگیر کنیم. زود باش. تمام سردارم. آخه من پلیس پروفسیونالم. ای گبرا بس کن. گاز را زیر کن. زود باش. زود باشید زود. خانم زهرا از اینجا رویم، همه شو میفهمونم. مرا سرده مرا گفتم. چی را میفهمونی ها؟ چی را؟ اکنون دروغهای ساخته ایت را شنیده نمیخواهم. آدم بیشرم. گوش کنید زهرا. خاموش شو. نامی مرا دیگر اصلا به زبانت نگیر. دامولایم گفتم مرا فریب دادی. نه تنها مرا بلکه دیگران را نیست. حالا هم با کدام روی گپ زده ایستاده ای؟ گوش کنید خانم. بیشرم، بد اخلاق، بی‌حیا. گوش کنید خانم زهرا. خاموش شو گفتم به تو. گوش کنید زهرا، من هیچ کس را. خاموش شو. با بالای این باز دوست بر اومدی. تو کو میدانی چه خیلی انسان هستی؟ تو دوستی بیچاره می باشه که شخصیت یک دامولای وفات کرده را دزدیده ای. من هیچ کس را فریب ندادم. خاموش شو گفتم به تو شخصی دوست داشته مرا دزدیدی. نقاب زاغی سیاه را دزدیدی. تو دوست هستی. گوش کنید خانم، یعنی من. چی تو یعنی ها؟ چی؟ من تو کی هستی؟ با نام زیو یک ساختکار؟ یا که با نام کلتکی راست یک دوست؟ کی هستی تو؟ جواب دادن نمیتونی ها؟ البته جواب دادن نمیتونی چون که تو یک دوستی پستی آدمی نابکاری ساختگار هستی. خدای من با کی ازدواج ساخته کردم ها؟ اما این دفعه میبینی یزنه اون دلم این دفعه تو را دستگیر میکند. حالا میبینی این کار رو بینی، جسارت این آدم رو بین. آثارخانه ملی را دزدی میکنه. وای این جسارت رو از کجا میگیرده؟ جسارتش رو نمیدونم اما در حیاتش بسیار خطاگی بزرگ کرده ایستاده است. بعضا نظر میکنم ما مانند قهرمان‌های سینما هستیم. من مل گیبسون، شما میستر پوارو. تو چرا مل گیبسون بوده ای؟ آخر من از طرف شخصی بایستادش هستم سردارم. من جوانش مل گیبسون، شما باشید شخصی مولبدار پیرش هستید. پوارو برود داشت که سردار. اوه تو پیر هستی. من چند تا تو برین ها رو از جیبم برآورده میدانی چیکار میکنم؟ سردارم با فکرم کدام به من زنگ زده ایستادن. با فکر میستر پوارو است. اوه سلی. الو لوین در نزدیک در کسی هست. دوست بودنش ممکن است. در رو کوفته ایستاده است. التجا میکنم زود بیو. بسیار ترسیده ایستادم. مالش خانم شما تماما خواطری نشوید. درتون رو خوب محکم کنید. من میآیم. لوین میآید. ای پسرم تو چیکار میکنی؟ ای مگر دیوانه هستی؟ سردارم عاجلا کارم برآمد. باید برگردم. ایست تو میگویم. ای دیوانگی نکن. لوین آخه سردارم من از در خانه سلین یک دوست آمده است. از همین سبب باید برگردیم. ای پسرم اول با آزارخانه رفتنم ضرور است. در آنجا دوست است. دستگیر کردن لازم. آخه سردارم با خانم سلین وعده دادم اگر نروم نامردی میشم. پسرم با دیگر پلیسا خبر میدیم کار حل میشود. خیر نباشد ماشین رو من اینجا من میکنم. من میفرم شما روید. ماشین را نگهدار. این مردک مرا مل گیبسون میگه. خطبازی من میگه. نگهدار. بیس یک جای موافق بیرون. سردارم توکلت بر خدا. من رفتم. لوین حالا با همه جواب میدی فهمیدی؟ احمقی بیفهم. به همه کی بودنی تو را میگویم. به نزدی همه برآمده نمیتوانید. نه تنها به نزدی همه بلکه از داخل برآمده نمیتوانید چون که تو را پلیس در همه جا میکوبد. تو را دستگیر کرده به محبس میپرتاید. گوش کنید من پلیس ها آمدن. بیرون شدن لازم. به این طرف. پلیس. خاموش. از اینجا رویم. همه شو میفهمونم. آدم میدیم. تو را گوش کردن نمیخواهم. سرده مرا. زهرا کمک کنید.
ایست یاری دهید زهرا پلیس صبر کن یاری دهید یاری دهید زهرا سرده بیاید مرا. از اینجا رویم سرده. همش رو بفهمانم آخر زهرا یاری دهید بیاید رویم دوستی نابکن سرده مرا جستجو کرده ایستادم یکم پیشروی شد داشت خبر میرسید. در اینجا چی شد؟ сардорам чӣ хеле коро кардааст аз ин девор баромада ва тиреза даромадааст баъд бошад боз аз ҳамин ҷо паромадааст این هرچی باشد کاری تنها کلتکلس است این کاری کلتکلس است این در رو کشو چی کار میکنی سرده مرا شد زهرا یکمتر آرام شوید از اینجا برایم همش رو میفهمونم بعد از اون باشد میرویم آخر تو چقدر آدمی بد بوده آهسته آخه شبیه سرده بخیر. مرا کشو درو الله سلامت با کمیسر اونال خبر میدیم 24-26 گوش میکند کمیسر. من کمیسر اونال با آثارخانه ارخئولوژی 3 گروه دیگر روان کنید بسیار تعجیلی است 3 گروه دیگر روان کنید احاطه کردن لازم است اما کمیسر این دفعه تو را دستگیر میکنم کلتکلس دستگیرت میکنم سردارم مردی دوز یک زن رو هم دوست دید اوه کلتکلس این سفر از دستم خلاص نمیشوی تو با من بیا همه با ماشین ها زود سوار شوید تو چرا مرا دزدیده ایستاده چی کار کردنت رو میدانی ها زهرا لطفا سفسطه نگوید من شما را ندزدیدم پس چرا مرا اون زمان در آنجا نگذاشتیم و با خود اسیر گرفتی نمیخواهم که بایرزنتون همه چیز رو گوید نمیخواهم که همه کار رو بربودید چون که میترسی از محبسی شدن میترسی این را باید پیش از جنایت کردنت فکر میکردی از همه خوبتر شرط جزایت رو گرفتن است اگر به این هم تسلیم نشی من همش رو به ازای اونا میفهمونم عجبا چی رو میفهمونیدن؟ مگر شوهر شما بودن کلتکلس رو میفهمونید تو شوهری من نیستی فهمیدی نیستی اما این رو یزنتون نمیدوند بابایتون یزنتون شما همه رو فریب کرده مجبور شدم مجبور شده پس معلوم شد که هر انسان زمانهای مجبوری داشته است برای همین جنایت کردی خانم گوش کنید من جنایتکار نیستم فهمیدید همه چیز ها مانند دانستن شما نیست من دیگر دروغ‌های تو رو گوش کردن نمیخواهم ماشین رو من کن خانم زهرا اشتر صدمه میکنیم لطفا خیل نکنید من که گفتم آخیر صدمه کنیم کردن گیریم مرا از این ماشین فرار آشکارا ماشین من دزدیده ایستاده است دوست اکنون دوست شدیم مگر این خیلی چیز میشود نکنید گوش کنید من نمیخواهم که همش رو باید نتون فهمونید که بودن ما رو به هیچ کس گفتنتون لازم نیست من خواهرم رو نمیافتم او رو دیگر گم کردن نمیخواهم فهمیدید خواهرت؟ بله بله در بروی اکام به دستتون یگون معلومات اومده است دانستن میخواهم ها تو حال درباره کلتکلس یگون معلومات به دست نآوردیم کلتکلس بله کلتکیلوس؟ بیتل؟ بیتل خواهری تو است؟ بله لوین در کجایی التماس میکنم زود بیا خانم سلین آمده ایستادم خاطر نشوید از شما یک خواهش دارم تو آمدن من یگان اوقاتی با مزاق پس کلون ایش نمون است هیچ کمی سه قوتی کار میخریم حل میکنیم تمام مایلش انتظار میشوم هم مردک تیزتر های کن گز وجق آخری خیل نمیشود اکا مرا من کردید من شما را شهروندی عادی فکر کردم ماشینم رو گرفتید پلیس بودید این خیل شدنش ممکن است هیچ گپ ندارد چیزی نمیگویم در حیات چیها کی نمیشود آخر با پلیس کمک کردن وظیفه شهروندی ماست اما با تو آشکارا میگویم که تو هم به اجرای وظیفه برآمدی اکا آخر من هم وظیفه به خود خاص دارم با تو سخته این خیل نمیشود آخر ای برادر تو این قدر آدمی سرگپ بوده گز رو زیر کن گز رو زیر کن گاز رو زیر کن تو چیها میگویی آقای پلیس انا دیدید بازرسی اتومبیلی هم از قفای ما شد ای درباره تو حاضر ملیسه ششتگی یاردمچی سرکمیسر لوینتی روزی بی گز رو زیر کن جوابش رو میگویم من بچه زیر کن من میگویم که از پس همون بازرسی دولتی هست تو باشی گاز رو زیر کن میگویی هم مردک میگو درباره شما ملیسه شدگی گز رو زیر کن دیر شد سیلن در خطر است بیتل هم میداند که تو دوست هستی چی علاقه دارد بیتول ما رو همچون دملوزی رو میدونست و همیشه همین خیل باید داند چون که تو دروغگوی هستی حیاتی تو پر از دروغ است نه؟
پنیراتیا رو مامانده با دقت همه گروه ها ماشین دزدیده کالتکلات در کوچه مرکزی رفته ایستاده است همه گروه ها او رو احاطه کنید آی کالتکلاس این سفر از من خلاص نمیشوی تو رو حتما دستگیر میکنم مرا فراره خانم زهرا ماشین خودم مرا دزدیده ایستاده است خانم زهرا فرار گفتم ایستا محکم داشت بسیار هم خوب شده سی ماشین رو با اینجا پنهان کردن در کار تو چی صف ساده گفته ایستاده ماشین کی رو در کجا پنهان کردن در کار خانم زهرا اگر پلیس ها من را دستگیر کنند سر هر دویمون در بالا میمانند از نام خودت گم زن مرا چرا پلیس ها دستگیر میکردند از برای خدا یک دم خاموش شوید این رو بیننده تو چی کار کرده ایستاده ای برادر شما هم پلیس منم پلیسم تخصمات امیرا وعده میده که من میگیریم میتیم خانم سلین در خطر است باید اون من نجات دهم مرحمت پف کنید خدایا زرونی او 15.5 فویز تو چی خیل با این حال ماشین راندی ها؟ تجهیزات خطا نشان داده ایستاده است آقای پلیس من مست نیستم بیا برادر بیا با اجرای وظیفه مخصوص میرویم ها هیچی مرا نگاه نکن گناهکار برای سوال جواب در 100% اوی کمادی در ماشینش طرفه سه داره بگی 510 رفت سلین نجات دادن در های ماشینم رو دزدیده ایستاده است احمد رو گیر پلیس چرا ماشین تو رو دزدید حریفی بدمست آخی آقای پلیس من راست میگویم شما خطا کرده ایستاده احمد رو بیا گوش کنید خانم زهرا گرفتن لازم خانم زهرا با من بیاید با من میرویم آخی رفتن در کار خاموش شوید آخی چرا گریزم مرا سرده من پلیس همش رو میفهمونم میازم همش رو میگویم التماس میکنم آخر خاموش شوید یک دم شد بله سرده تمام سرده تمام آرام سرده تمام با کجا میبری آخر با این طرف بیا ایستا خاموش شو آخر خاموشه چرا خاموش نمیستم تو مگر گناهی انسان دزدی را نمیدانی فقط نگوی که برای دزدیدن من مجبور شدی چه خیل دوزی درباره کدام دوزی گپ زده ایستاده گوش کنید اگر مرا با آنها دید هیچ چیز به دست نمیآورید اگر مرا فکر نکرده باشید بابایتان رو فکر کنید از بیمارخانه نبرآمد بابایم به تو باور کرده بود لعنت به تی لطفاً گوش کنید التجا میکنم با من کمتر باور کنید التماس با من کمتر باور کنید همش رو درست میکنم وعده میدیم همش رو درست میکنم نگویی وعده میدهی ولی باز گناه میکنی صدی رو هم شده درست میشم نگویی من به تو چه باور کنم ها کمتر با منطق فکر کنید کمتر با منطق فکر کنید اگر مرا به دست اونها دید تنها بابایتان را نبیزد رو هم میسازانید گوش کنید زهرا من نو خواهرم را یافتم حالا از دیدارش سیر نشدم اکنون از او جدا شدن نمیتوانم با این طاقتم نمیآید از شما التماس میکنم مرا با آنها ندهید التماس میکنم لطفا رفتنمون لازم است این خانه خالی است با اونجا رفتم پنهان میشویم تو فولبین هستی مگران؟ از کجا میدونی که این خانه خالی است؟ برای خالی بودن این خانه رو فهمیدن شرط نیست منجم باشی خودی پشت پر لب به لب تاربندش رو کنده پرتفتن از برای خدا با همون خانه درایم آخه من چرا درایم؟ من مثل تو دوست نیستم فهمیدی؟ خانم زهرا با من میایی رفتیم گفتم سرده مرا رفتیم تمام گریز زهرا چنان گریختم که دیگر مرا نمی‌یابد به خانه دیگر کس می در آمده‌ام دوست دقت باشید همه جا را خوب جستجو کنید مرا فهمیدید بچه ها یزنه زهرا تو در اینجا چیکار میکنی؟ یزنه اصرخانه را کارتکیلس دزدی کرد این را از کجا میدونی؟ کارتکیلس داملازی بوده است چی؟
Kaltaki los domloz yost? اینقدر هم نیه. یعنی تو با kaltaki los oylador شدی؟ بله بابا جان، اما من این رو نمیدونستم. علاوه بر این ینگه تولینم راز میگفتن. ازدواجی ناساخته بود. خیر اگر ازدواج ساخته باشد طفل چی؟ طفل نیست. چی؟ تو حالا حامله دار نیستی زورا؟ بابا جان، حامله داریم هم دروغ بود. بابا جان، من از شما عذر میخواهم برای دروغ های گفتم. گفتن نمیتوانم. یکی به بابایم یک حادثه رخ داد. چیکار میکنم؟ به یک جنایتکار کمک میکنم. خدایا چیکار کنم؟ کالتاکیلس در همین نزدیکی ها هست. فهمیدید؟ نگذارید که این دفعه از دستمون گریزد. همه جا رو خوب جستجو کنید. یگان سوراخی نماند. باغچه رو هم بینید. بامی خانه ها رو هم از نظر گذرونید. شما با من بیایید. رفتم زود باشید. در آنجا زود باش. چشما نیست مگر ها؟ با خدا که اوست. لبه تو من خانم سلی دستا با بالا. من کی را گفته شدم؟ برادر تو کی هستی؟ جان در دست سیلا داری؟ اجازت آمد داری مگر؟ اگر پولیس رو بینند مشکلی می شود. هم مردک من خودم ملیسه هستم. در دست خانه خانم سلی چی کار میکنه؟ خانم سلی پرابلم را حل کنه، تمام راحت باشه. لویت این توی نترسید خانم سلین، همش در زیر نظارت من است. تا آن دمی که لیوین در بر شما است، به شما سلین جان عزیزی ما یگان خطر نخواهد رسید. آقای پلیس، لحظه خوش رو ویران کرده نمیخوام، اما دوست در آمده است به خونه. خیز برادر خیز، یک بار دیگر در نزد در خانه سلین شما را بینم گوشت را میبرم. چی؟ به حالی گرفتار شده من نگر. باید پینه‌ها شوم. آمده ایستادم. در جای دست دستانت رو بردار. ایستادم خورم. تو کیستی؟ کلی به من نگر. نگر. زهرا؟ اگر خواهی من تو را تا خانه‌ات ببرم، ها؟ برم تا خانه تا برم، کنی پیش درو کار خیز تمام. ایستو با نغلطی خدا توبه. هم مرده کجا را نگاه میکنی؟ میگو که پیام باشی. توبه خانم سلین یادم جر شد. بدبخت نخواد در رمضان عرق بخوری. لوین من رو ببخش، من او رو دوست فکر کردم. خوب کردید خانم سلین. یعنی ممکنی بدبختی ناقص دوست هم شده میتوانست. با همین چوبکی دست زیبی خانه لوین تداری. خطا نفهم سلین. تشکری زیاد. خیرت که هستی. خواهش میکنم سلین جان، این وظیفه ما است تا که مردم خواب رود آرام تا سحر بیدار. لوین جان شما حالا با درون در آمده دراتون رو خوب محکم کنید، خوب استراحت کنید. معلوم بسیار ترسید. شب‌های خوش. وای بیا به خونه درو و تو قهوه آماده میکنم. قهوه؟
در آواز صدق سلین جان زحمت نکشید خانم سلین جان در کار نیست نه جانم چی زحمت یک قهوه بوده است هم برای من شده ناراحت شدی نه تر نگوری خانم سلین من پلیس هستم و این وظیفه من است که خواهد من میآیم نصیب بد است توی بد قهوه رو نمیشه زحمت نکشید من میروم جانم 5 دقیقه میشینیم و میروی 5 دقیقه مدامی که این خیل میگوید چوبکی دستتان رو یک طرفه گیرد لیوین میداره مرحمت و اگه کن اون زنگ زده همش رو گویم چی؟ بیامونی از برای خدا کدام وقتی که زنگ زنیم غضبش رو از ما میبرورد علاوه بر این از اون حریف بسیار حقارت ها میشنویم خوبش نگویم این رو ها خیلی ما نگویم و از کجا میفهمد به خدا راست میگوی بله و فکرم زنگ نزنیم بهتر گوش کن نمی من سیر رو داشته نمیتونم میبینی که سیر رو در رفت فوش کردم آخر چیکار کنم این خصلتی بدی من است میفهمی از تو های جانکمی با خانم سلین اینقدر مانندی داری این رویش هم مانند است یک رویش هم های زنی احمق یک را مرا فریب داده کی میداند به کدام قبر رفتی ای باشد اکنون سلین است تو اگر از نزدم برای پرویت نگاه نمی کنم هی تایلاق فکرم را پریشان کردی حریف احمق اکا جان همون لوین چورچشمه است کو با خونه سلین در اومد ما گفتیم ما خبر دیم با از رقم کسی دیگر نشنوی اکا جان تو چی گفته ایستاده ای؟ ها؟ چی گفته ایستاده ای؟ آن احمقی چورچشمه در خانه سلین چیکار میکند؟ بخدو اکا گم فکری بد ندارم دویده با هیجان زیاد به خونه داخل شد وقتی زیاد است که در همون درون است لیکن چیکار کردنشون رو هم نمیدونم ای تایلاق تو دیوانه شدی؟ تو چیکل گپ زده ایستاده ای مرا گوش کن غضبی مرا نیار من در حال میآیم من نمیگذارم که سلین از کسی دیگر شود نمیگذارم انا دیدی وای حریف از پشتی تو شده مرا دشنام داد و پس زد فهمیدی برادر به من چه علاقه دارد ای خودت زنگ زدی عقلت کار میکند یا نه خودت زنگ زده گفتی مرا چی گناه کار میکنی تو نگفتی که اگر تو نگویی من میگویم ها من به تو چی گفتم ها چی گفتی شاید همین خیلی گفتم ها تو از راستی میگویی راستی این کارو چی خیل میکنی ها چی خیل های با من این خیل ننگر های اول تو به خودت نظر بکن در اینجا آرامکر نشسته حلوت برده ایستاده بودیم ها این رو برباد دادی حالا میآید و از گفته میآید یا خدای توبه زهرا تو در اینجا چی کار میکنی؟ یزنه من چی؟ آخر چون من اینجا شبه رو دیدم فکر کردم که کلتای کلاسی بیشرم این طرف گریخت چی نگاه دارید؟ با اطراف پنگ شوید و من کلتای کلاس رو یابید شما دوتون در اینجا مونه زهرا من نفهمیدم تو در این کوچه تاریک چی کار میکنی؟ چی؟ اینجا مهمانخانه است به خدا که بسیار زیبا بوده است خانه همون تشکری زیاد انا بین اینها پدر و مادری منم همین خیر پدر و مادرت چقدر آدمان خوشبخت بودنده بله همین خیر است بسیار پزبانشون شدن باوری دارم که هم شما رو بسیار یاد کردن خانم سلین حالا میبینی شاید روز از ایتالیا بار اومدم میآیند و به شما سورپریز میکنن بسیار خرسند میشدم من هم بسیار میخوام که با خسور خوشنامانم آشنایی پیدا کنم یعنی انسان هایی که شما رو به دنیا آوردن میخوام با آنها شناس شوم هیچ گپ نه هیچ چیز نشده است برای من ارزش معنوی دارد از ایتالیا خریده بودم تو فرو از ایتالیا خریدت بسیار قیمت است در جایش گذارم عذر در اصل دیگر چیز گرفتنی بودم اما فرصت نشد که خرم چی خریدنی بوده؟ گربه از تخته تیار شده یعنی خریدن میخوام اما فرصت نمیابم خیر میلش من خواه اومده میگم میلش خانم سلیم برای من قهوه تیار میکنن من در خواب باشم یا در بیداری خود را بعد از که سلین لیوین جان آرام باش یکان کاری مهم نیست آرام شو لیوین جان یک قهوه است سلیم برای من قهوه با شیر تیار کنید پلاس مثلا باز از تیلا خریده است
زهرا تو مگر از من یگون چیز رو پنهان می‌داری؟ یازده این چی سخن است که میگویید؟ من چرا پنهان کنم؟ چرا پنهان کنم؟ زهرا یک ساعت شد از تو میپرسم که در اینجا چی کار میکنی؟ تو ای و او گفته چی گفتن رو نمیدونی. من هیچ چیز رو نمیفهمم. زهرا آخر گپ زد. آخر من چی کار میکردم؟ یازده ترسیدم. به این طرف به اون طرف دویدم. ترسیدی؟ مگر کلت کلاس رو دیدی؟ نه این بازی را تا کجا دوام داده میتوانم که به یک کسی جنایتکار نکنم. زهرا التماس مرا با آنها نفروش. خدایا من چی میکنم؟ زهرا گردن چی خاموشی شده ای؟ اگر کلتکیلس رو دیدم گویم عجب و همه چیز بدتر می شود. زهرا یزنه من از ترس زبانم لول مونده. از همین سبب میخیل شدم. امروز در آفیس کاری زیاد داشتم. از آفیس برآمده به خانه رفته ایستاده بودم. ماشینم کم ترکک ویران شد. من باشم برآمده کو من خواستم از ماشین فرآمدم بعد باشد چون انسان ها دو ترس داشتن ترسیده به گریختن آغاز کردم. من پلیس بودنش را از کجا دونم؟ خیلی اون کس رو دیدی که میگریخت؟ نه من هیچ کس رو ندیدم. مالش بچه ها تا به خانه تو رو همراه میکنن. زهرا نه یزه من خودم میرم. ماشینت ویران نشده بود؟ کم ترکک ویران شده است. حالا من آن رو از نظر گذراندم. اگر یگان مشکلی داشته باشد مثل گفته شما میکنم. انا اون در اون ماشین خانه است. در ماشین خانه؟ کدام ماشین خانه؟ در ماشین خانه دوستم. خوب تمام. پس نباشد بچه ها تا به ماشین خانه با تو همراه میکنن. زهرا من باید عاجلا روم. مایلش یزنه داشته میدیم. خانم سله شما فولبینه طبی دیل مرا پخته. او شود اما از حاضر گفتمانم من فال دیده نمیتوانم. من نتوانم. تو میتوانی؟ بله یعنی من در این باره درسی مخصوص گرفتم. الان در موضوع فال دیدن استاد فولبینه آموزش میشم. به خودت اوی سیلین تو چی کار کرده استوده یا؟ انا اکای کنون هم اومد. او بخدا کی اومد؟ های در اینجا آرام نشسته بوده من. خیر چی کنم رفت. ای احمق. او در کجا است ها؟ در کجا؟ با خدا اکا اون احمق در درون است. بیرون برآمده است. رفت آن حیوان را به نزد من آرید. اکا اینقدر زود قرار ندهیم ها؟ در درون آدم پلیس است. اگر به خونه داریم جنایت شدنش ممکن است. دمت را گیر تایلاق. از تو یگان کس پرسید. رفت آن میمون را به نزد من آرید. تمام رفتیم. مایلش در اینجا کسی است. انا بین نفری است که بسیار زیبا است و با شما عاشق است. شاهزاده است که روزی آمده با اسب سفید شما را سوار کرده میبرد. همین خیر؟ بله یعنی اون کس انا بینت به شما بسیار نزدیک است. او همیشه در نزد شما است ولی شما او را نمیبینید. او تمام هستیش را برای شما بخشیدگی است. همیشه عقل و شش به شماست. او شما را دوست می‌دارد اما شما او را زیر کرده میگذارید. لوین با فکر من اینقدر کیفوی است و تو بسیار سپاسگزارم. دستت درد رو نبیند. از شما سپاسگزارم سیلین جان برای قهوه تیار کردت می‌ندارم. خیر به شما شب خوش. من میروم. خیر. ایست نرو. چی گفتی؟ یعنی چی؟ نمیرفتی میموندی؟ خانم سیلین درباره شما خواب روم؟ وای با تو سیلین مگر انسان خودش رو اینقدر شرمنده میکنن؟ تو خطا فهمیدی من این خیلی گفتنی نبودم. نباشد چی رو در نظر داری خانم سیلین؟ چی جونم؟ یعنی دوست آمده بود کو؟ گرچنده که دوست نآمده بود من تو رو برای همون دعوت کردم. میفهمم خانم سیلین. این برای ما تمام حالات پروفسیونالی هست. برای به خاطر شما من آمادم که در پشت در خانه شما خواب روم. یگان دوست به اینجا نزدیک شده نمیتواند.
خانم سلیم من برای محافظت کردن آمادم، اما در این نصف شب در خانه شما ماندنم اونقدر زیبنده نمیشم خانم سلیم، چون که من گرگ هستم تو گوسفند. آخر لوین سلیم میخواد که در برش باشه، تو چون میگویی بیعقل؟ این چی مناسبت است جانم؟ البته که در اینجا موندن نمیتوانی. من چی برای خودم رو بهتر حس کردم تو رو گفتم بیمون. البته که در اینجا موندن نمیتوانی. شب خوش. من میرم. ای خدای توبه. خانم سلین اگر ناراحت باشد، اگر ترسیده ایستاده باشد، من انتظارش نمیتونم، یعنی در بیرون. لازم نیست لوین، تشکری زیاد. آخر یکی همون دوز با خونتون باز بیاد و با شما تهدید کند، بعد چی میشه؟ لوین از روسی لازم نیست. پاگوو میخوریم. تو بازید. من میرم خانم سلین. با این طرف. با این طرف فراموش کردم. شب بخیر. برو من خواب رویده چیز نمیشه. خیر. روتسیا لوین هیچ کاری کرده که بود. کلت کلاس در کجا هست؟ سردارم در هیچ کجا او رو نیافته. چی خیلی نیافته؟ چی خیلی نیافته؟ چی مگر و به خاری زمین در آمد؟ مرا دیوانه کرده. یا بانکو اوه کلت کلاس. چورچشمه؟ ها آدمانی کنعانی دیوانه، شما در اینجا چی میکوبید؟ مگر رای خونتون رو گم کرده؟ لکه کنان تو در ماشین انتظار است و تو گپ داشته است، فهمیدی؟ کنعانی دیوانه با من گپ زدن میخواهد؟ پیش در یک دقیقه الیو در مقابل تو پلیس داده است. های دستانت بسیار بازی کرده ایستاده، احتیاط باش باز نشکنم. شفتون در ماشینه؟ بله تو رو انتظار است. رو این رابین باز ماشین است در نزد خانه خانم سلین گذاشته است. حرفی بی‌تربیه. گاڑی سردار بکشو. بیا چارچشمه درا. برای تو به اینجا همراهی کردنتان بسیار سپاسگزارم. خواهش میکنم. شب خوش. شب بخیر. چی شد آقای کنعان؟ مرا یاد کردی؟ هم مردک میمونی قطعی انگا یا 10 دقیقه صحبت کنیم. من هر وقت که با ینگات باشم شما در را با آدم‌ها در همون لحظه و همون وقت پیدا میشوی. خودت مثل شفا در ماشین دراز کشیدن میشینی و شاگردان رو به طرف من روان میکنی. با کامیرا نباشم. خاموش شو داماد را گیر. اینقدر بسیار نلق کثیف. گپ زنی ربی. بیا مردانوار گپ زنیم. مردک برین. میلش گپ زن چی گپ داری؟ تو در خانه خانم سلی چیکار میکنی ها؟ باز در این نیمه شب کاری تو چی؟ مگر در این بارا با توی ثبات یا؟ کاری تو چی؟ آی تو چقدر آدمی پست و رزیل بوده ای ها؟ چارچشمه ای بیشرف برای با خانم سلین تنها ماندن مرا فریب کردی. با من گفتی که آن دختر بیتول خواهری کلت کلاس است. یه مردک داد نزد چی داد میزنی؟ کنی گپ تا بزن بفهمیم؟ گوش کن آخرین دفعه آگاه میکنم تو را در نزد خانم سلین دیگر نبینم. حتی اگر در اطراف خانه اش ببینم گوشهایت را میبرم. تو خودت کی هستی؟ مناسبتی که بین من و خانم سلین است و تو چی دخل داره؟ بین تو و خانم سلین چی بود است؟ گوش کن مردک کار تو چیه؟ تو ملسه که خدر پرس و پاس داری. در اصل باید من سوال دیم نه اینکه تو. مرا گوش کن در مقابل تو باشد دیوانه ایستاده است. من تو بر این مار پیخی را گوش نمیکنم. مرا بیهوده دیوانه نگفتم فهمیدی؟ دیگر تو را آگاه نمیکنم. این آخرین آگاهی ام است. چارچشمه این را دانسته باش. زهرا بایزنه‌تون چی گفته؟ کاری تو چی؟ چیزی گفته باشم گفتم. گوش کنید گفته‌هایتان را من باید دانم. چرا؟ میگریزی؟ در این حالت نمیگریزم. از این بعد به هیچ کجا نمیگریزم. خواهرم را تنها نمیگذارم. به فکر من تو او را پرتافتی. با مانند بیتل خواهر هیچ ارزنده نیست به تو. دستت رو گیر دستت رو. زهرا
این خیل نکن. از دست چلاق چیزی میآید کردن گیر مینش. گوش کن، تو هم مرا هم بزرگی عشقم را نفهمیده بوده ای. من از سیلین هرگز دست نمیکشم. این را با آن عقل دیوانه جا بکن و از پسی من نگر. میل شکر کنان باشی. کم شو. ای قرباقا، این را خودت خواستی. انا اکنون میبینی. سلام علیکم. خوش آمدی. خوش باشید. معلوم که امانت را آوردی آقای کاتاکیلاس. آوردم اما امانت این دفعه بسیار وزنی رفته. دانسته باش. بسیار خوب. انا بین در مقابلش برادرت را میگیری. کفایه نیست؟ کفایه نیست. اگر دنیا را هم دهید کفایه نیست. احسن. خدا را شکر. تشکر به تو. سلامت باشی. در کارت خوب بوده ای. این را بغیر از تو از آنجا دیگر هیچ کس دزدیده نمیتوانست. مخلصی تو هستم. مقام و مرتبت باز هم در نزد من بلندتر شد. بیهوده تو را کاتاکیلاس نگفتند. گذارید روند. یگان کس در این زمان برای برادرش حیاتش را اینقدر در خطر نمیگذارد. برادر، که بدن کاتاکیلاس آشکار شد. باز دنباله گفته جماعت رو فریب میدهد. امر میبرارد. حالا میبینی. شوکت دیدی هم؟ یک هیکلچه برای ما چقدر مشکلی رو با حیاتم رو سوزندی. حیاتم رو. برادر، به خدا که ندانسته شد. خاموش باش شوکت. از روی تو شده. زهرا رو تا آخر عمرم از دست دادم. خواهرم به طول چون فهمد که اکاش دوست قاطعش عجب چی میکرده باشد. خدا میداند مرا از حیاتش تماما تازه میکند. نه او رو یافتم گفتم باز به تو رو از دست میدیم. به خدا درونم میسوزد برادر. چی گفتنم را نمیدانم. یگان چیز نگو شوکت. اکنون هیچ چیز نگو. یگان جای گپش نمانده کنم. مگر این خیل می شود من برادری تو هستم. تمام شد شوکت. فهمیدی؟ چی تمام شد؟ تمام شد آخر. برادری هم دوستی هم تمام شد. انشالله هدایت میابم. خفه نشو برادر. التماس مرا تنها بذار. من کمتر تنها موندن میخوام. رو. روزهای دراز با یک آدم در یک حجره خواب کردم.
худо аз ту розӣ бошад севарҷон ҳаётат монанди об шавад обёронат бисёр шавад сарам чунон дар карда истодааст ки фаҳмонда наметавонам оҳ дилам ором шуде тамом карда бошӣ зуд бирав э севар як чиз мегӯям мо дубора якҷо шуда наметавонем а ту чӣ гуфта истодаӣ охир ман туро бисёр дӯст медорам ман бисёр иваз шудам бисёр ба худо бисёр иваз шудам албатта то дараҷае ки ба ҷои он канъони девона ба маҳбас медароӣ ҳа канъони девонаро ҳамроҳ макун агар мо дубора якҷоя шавем ҳамонанди гузашта ҳамааш хуб мешавад илтимос ба ман бовар кун азизам дар гузашта бисёр хуб албатта маро гӯш кун намик ман дигар бо ту коре надорам инро бифаҳм акнун зуд бирав зуд бош агар ту дар ҳаётам набошӣ зиндагӣ ба ман ҳаром аст севарҷон бале бетул акаҷон хоҳар баъзан хоб дидагӣ бар ин ҳис мекунам чунон метарсам ки яке ин хоб ба охир мерасаду шумо маро партофта меравед хавотир наша туро партофта ба ҳеҷ куҷо наmerам ба ҳеҷ куҷо ту хуб ҳастӣ табат ким чӣ хел хира метобад не хубам динашаб хобам набуд ба фикрам аз ҳамин сабаб аст бемор нестӣ не бемор нестам ҷонам фаҳмо ба ту чӣ шуд чаро механдӣ намедонам баъзам боварам намеояд акам аз наздам омада ҳолу аҳволамро мепурсад ака ту аз ман чизеро пинҳон дорӣ бисёр парешон менамоӣ не бетул хубам ман ягон чизро пинҳон надорам магар бо янгаи зуҳро ҷанг кардеду ба ман намегӯӣ зуҳро не ҷонам ин хел чиз нест агар ин хел мешуд чаро намегуфтам ана барои ин бисёр хурсанд шудам марҳамат ташаккур иштиёйтон субҳ бахайр субҳ бахайр субҳ бахайр зӯҳроҷон домлозиё дар куҷост ман ҳам ба шумо дар бораи домлозия як чизи бисёр муҳимро гуфтанӣ будам майлаш то боздид акаҷон то боздид зӯҳро дар бораи домло чӣ гуфтан мехоҳӣ издивоҷи сохта карданашро мегӯяд охир то ки инро пинҳон дошта метавонад тулин хомӯш шав зӯҳро ба ту мегӯям маро асабӣ накун дар бораи домлозиё чӣ гуфтан мехоҳӣ домлозия намеояд бобо бо иштиҳоитон домлозиё намеояд чӣ шуд ту ҳоло ҳам дар ҳамин ҷоӣ одами пасти аблаҳ зуд аз ин ҷо бирав
چیکار کردی؟ یاری دهد با یاری تاجیلی زنگ زنید نمیک یاری دهد تو چرا این کارو کردی نمیک؟ چی شد؟ دارو خورده است خدای توبه نمیک با یاری تاجیلی زنگ زن دکتر و جیزن تاکسی فرمایش ده یگون کار تیموس نه بیمارخانه لازم نیست من خودم حل میکنم کنه بیا نمیک کنه خیز نمیک آخر چرا این کارو کردی؟ خانم زهرا از شما یک چیز را خواهش کردنیم لطفاً داملازی ها را به پلیس ندهید همش از برای خطای من است برای دزدی کردن مجبور شد اصلا او دزدی را کیها ترک کرده است به این حالو هم درو گفته ایستاده چی خیر داملازیو او کالتاکیلاس است به کالتاکیلاس بودن او ننگرید در حقیقت بسیار انسان قلبش پاک است سری کسی به تنگی افتد در حال به کمکش میدود او را اینقدر تعریف نکنید دوستی او هستی چرا به تو باور کنم تو هم یک دروغگو هستی خانم زهرا من خودم را نمیگویم از خودم گذشتم اما باور کنید برادرم قلبی مانند الماس دارد انسانی پاک است خانم زهرا التماس میکنم برادرم را به پلیس ندهید پسر جونی خدا گلی دیر میکنه او کجا شده باشه؟ من از کجا دانم سلامت باشی رحمتی کالونیانگا اکا بخیر است تو مرا چرا در حال به اینجا دعوت کردی؟ های پسر تو در کجا میگردی ها؟ شب رو در کجا روز کردی ها؟ اکا چه خیل شب چشمم رو بزور میکشم بیمار هستم مگر نمیبینی لوینت میدونی ما با پاریژ میرویم این چقدر خبر خوش است کاش که بیمار نمیشدم حتی همین شب این برای من سورپریز کلان شد براتر نگفتی که من لیباسم رو جمع کنم بازی بسر دارم زنگ زنم هیچ گپ نه لوینت با تعلقه ندارد ما میرویم همین خیل باز من فکر کردم که شما مرا همراهتان میبرید نه کجا شد آن روزها هفته مود بوده است نمایش مود یک هفته نه دعوتی هستیم در اصل ما نمیرفتیم دیگر رفیقانمون میرفتن از سبب کار داشتنشون ما را روان میکنن اما خوب شد بسیار نمایش کلان و مهم است مطلقا رفتن ما لازم است بله البته روی سعید جان بین تو چقدر کودک خوشبخت هستی من در حیاتم به خارجه نرفتم تو در کودکیت به پاریژ میروی سعید جان از رفتن بسیار غمگینم اما که تو رو فراموش نکنم تو رو بسیار یاد میکنم مرا یاد نمیکنی چی خیر چون که با تو میمونم اکا مگر مسخره میکنید یعنی شما ما رو مسخره میکنید اکا این چی گپ است شما این کار رو برخاست میکنید آخر لوینت اما کش هستی با ما آمدنی اونا ممکن است باید مکتب روند بله یعنی چی کار میکنن امک دارد ما باشیم ما فکر کردیم که امکش نگاه میکنن از همین سبب تو رو دعوت کردیم اکا جان یک بار فکر کنه سعید جان ببخشید که من این گپ رو میگویم ای گوش کن اکا جان تمام معلم بدونه که سعید جان یک کودک بی تربیه است من از اوداش نمیبارم اکا میلش خواطر نشو یک جو زنگ زدیم یک هفته اینه یک دویا میآید چی دونم یعنی خلوقش رو تغییر میکنند لباسهایش رو میشوید اما چیزی نباشد در نزدش یک مرد بودنش لازم است برای نظارت کردن اخی همچون امکش این وظیفه رو به تو واگذاشتنی بودیم اما فکرمون قدر راست نآمد دلت نخواسته ایستاده است از همین سبب گلی با مادرت زنگ زد با اونجا میبریم سعید جان رو اون نگاه بین میکند دیگر چاره نداره رفتیم پسرم تمام من نگاه میکنم بیا دست نه دلت نخواسته ایستاده است این خیلی نمیشود لیوین تمام دلم میخواد من نگاه میکنم رو نزد هورا یک هفته تنها میشوم اکا مگر چونی کودک رو به دنیا میارن خیر ما کمتر بعد میبرایم باید فکرم دویا بعد از یک ساعت میآید من به تو کلیدها رو دهم محکم نکنی
باز فراموش نکنی اکنون باشد ما میرویم گلی میرویم به من گوش کن عمکت رو غم نده کن اینجا بیام تو رو دوست میدونم بیسرکم خیر خودت رو احتیاط رای صفحه اگر مشتری آید قید بکن البته قید میکنه اگر مشتری بیاد کوتاش رو میده رفتیم ببینم دیر مونده ایستاده بسیار خوب آمد این هفته شادی و خورسندی میکنیم مایلا سعی جان به من نزدیک نشو که من بیمار هستم من پلیس هستم اکم رابین مرا با چی کارها آواره میکنن ساعت چند شده باشه فراموش کردم پدرم را زنگ زده بپرس برای گوشه خطی کودکا بازی که گرنگ نکن در اینجا چی کار میکنی؟ تو مرا تعقیب کرده ایستاده کنی رو از اینجا با تو گفتم که رفتن نمیتوانم خواهرم رو پرتاخته به هیچ کجا نمیروم خوب پس از چشمی من دور شب دوست تو را دیدن نمیخواهم دور شب گوش کن اگر مرا گوش کنی چرا گوش کنم؟ دروغویت را گوش کنم به همه کی بودنت را میفهمونم چی را میفهمونی؟ کالتکیلس یک دوست و قاتل بودنت را از کالتکیلس گفتنی یک دوستی قاطع حامله بودنت را هم میگویی؟ سفسطه نگوی چی خیل حامله ها؟ من حامله دار نیستم اما هم خیل فیلر داره خوب پس حامله دار نبودنم را میفهمونم این هم قدر آسان نیست بعد کالتکیلس بدنی من رو فهمیدند این خیل گفتنت رو همه فکر میکند هیچ کس به تو باور نمیکنه خیر چی کنی؟ من باشم میگویم که دروغ گفته بودم عجبا با کدام دروغت باور میکنند ها؟ گوش کنید خانم زهرا خود با خود یگان زن من حامله دار هستم نمیگوید هیچ کس به این باور نمیکند آخر مرا پدری ساخته کرده مجبور شدم میدونید من هم مجبور شدم چند ماه شد یک بازی را دوام داده ایستاده و من تو رو یگان بار در نیمه راه نگذاشتم نفهمیدم مرا در نیمه راه نگذاشتی این کاری کرده در نیمه راه گذاشتن نیست چی است مگر بفهمون دامولویم گفته کالتکیلس بر آمدی این حالت فرق میکند من همه چیز نگاه نکردم من این بازی رو دوام دادم علاوه بر این شما مرا به این بازی داخل کرده بگذار زبانم میپیچید و شخصی اویلادور شونده هم این است نمیگفتم گوش کنید من شما رو هیچ وقت در نیمه راه نگذاشتم حالا شما مرا گذاشتم میروید آفرین ایست انگشتم رو چکمتر دارم پولی شود خوب هستی؟ خوبم کنی گذر بیا کنی گذر خوبی ها؟ شکر که حالتش بهتر شد کنی نمیک اینجا شید کنی آفرین خوب هستی ها؟ سیوال حیاتم رو نجات دادی من از تو قرضدار شدم من نه او کمک کرد تو؟ نمیک چرا تو این کارو کردی ها؟ اگر یک بار دیگر این خیل کردنی باشی رفته در دیگر جا بکن فهمیدی مرا؟ نگذاشتی که من خودکشی کنم ها سیوال جان من تو رو بسیار دوست میدارم سیوال جان یک امکانیت دیگر دید جگر تا بخورم با خدا دوستت میدارم امکان دید تو دمی که در دست این کنعانی دیوانه کار میکنی نمیشود نمیک اما اگر با او کار کردن رو بس کنی یعنی اگر با کنعان کار رو بس کنم میشود بعد فکر میکنم تمام بس کردم کنعان گفتنی شخص رو نمیشناسم اونو از حیاتم دور کردم بله حل میکنم من به تو یک کاسه آب بیارم بسیار خوب میشود بله خدایم قبول کرد راضی شد قبول کرد تو مثل شغال بوده یا شغال گفتی چی رو در نظر داری؟ یعنی بسیار خوب دلبرداری کردی ها؟ دلبرداری؟ این خموتیر نشد در بین دوستان این حسی ها پیدا می شود در بین خودمون خورسان شوم غمگین شوم وای قبول کرد بله خوبم کنی بیا پسرکم آیستا بله آیستا آمدن گیر تیارمون آماده است بله اکنون به ایستگاه آخران رسیدیم من با تو بسیار میفخرم من هم میفخرم جان جانم ببین من تو را با این حال بیماریم به شیرینی خوری بردم خوب خوردی گشتی اکنون لباسات را عوض کرده راست به مکتب را جان جانم اماکی
من خودم بیمارم، من رو غم نده. اما هیچ خواهشی به مکتب رفتن رو ندارم. همین خیلی پس نباشد من تو رو خچق میگم. زود باش، لباسات رو عوض کن، به مکتب میرویم. دام الحمدلله. چی شد اما کی زنگ میزند؟ ناگهان در هیجان افتادید. سله زنگ میزنم. اون دختری که با خواستگاریش رفتیم باز با او خوراک تیار کرده بودیم همون. ولی من آخر دیگر یگان سله رو نمیشناسم پسرم. در حیات من بغیر سله دیگه همه مردک. خیر اما چه انتظار هستی؟ با تلفن جواب ده آخی. راست گفتی یک دقیقه. سلام خانم سلین. نه باید آواز کمتر باریک شود. خانم سلین شما چه خیل شده؟ زود باش اما زود. الا لبای خانم سلین. لوید چه خیلی؟ ابشو لوید خوبم خانم سلین خوبم. لوید تو بیمار شده ای؟ نه خانم سلین چی با سعید جان کمتر در داخل پارک و باغ گشتیم کمتر چند خوب در اومده است. سعید جان؟ ها کمشون یک هفته نه با پدیش رفتن. سعید جان رو یک هفته من نگاه بین میکنم. ای تو باز با این حالت کودک نگاه بین میکنی؟ مایلش لوید جان خودت رو نغز نگاه کن. من باز به تو زنگ میزنم صحبت میکنی مایلش خانم سلین برای من خوارتی شده است. برای گوشه با مکتب را. اوف سلامت باشی. نه زود با مکتب را. بیچاره جانی من بسیار زکونی سخت شده است. ینگش هم رفته است. اکنون لوید جانم رو کی نگاه بین میکند؟ لوید جانم رو؟ این چی گپ است؟ سلیم به خدای توبه من چرا به تو باور کنم؟ من حتی نام اصلی تو رو نمیدونم. تو سر تا پا دروغ هستی. احمد زیا. احمد زیا؟ بله. نباشد ازمی بلود کی است؟ ازمی بلود او یک دیوانه است. تو دیوانه هستی. از روی تو شده اون آدم به مسجد در آمده نمیتونه. حالا تو میبینی حالا ایست یا خدایا این راه رو بستنده هیچ گپ نی در هر کاری خیری هست. دومولایی ساخته دومولازیا حالا نقابی تو را فراورده در نزد جماعت شرمندت میکنم. کی بودنت را همه میفهمن، هیچ چیز ندانستنت را میفهمن. تو به جای من آمده به من فلاکت شدی. من باشم حالا شخصی ساخته شده و تو فلاکت میشوم. روزت را میبینی، نقابت را آشکار میکنم دامولای ساخته کار. بسم الله الرحمن الرحیم. یا خدایا توبه. روزی باران بوده است. بینه نه مرا ماشین مرده کشک نزد. شاید مرا نشناخت. اینها هیچ نمیشناسن. حالا ببینه. میدانی دل من برای خواهرت بسیار میسوزد. در آخر حقیقت را میفهمد. نمیفهمد. برای محافظت کردن خواهرم مجبور هستم. بیتل را از کی محافظت میکنی؟ از کنعان دیوانه. کنعان دیوانه چی علاقه داره؟ یک روز به خانه کنعان دیوانه در آمدم. مجبور شدم. به جای ایستادن احتیاج داشتم. خانه او بودنش رو نمیدانستم. علاوه بر این خانه خالی بود. یک قدم نمی‌کنیم با خدا که نمی‌پرم. نزدیک نشود که این گناه من نشود. سرده کچکار میکنی آخر سرده من را. تو خواستی که او رو نجات دهی اما او این را در خاطر ندارد ها؟ بله. چرا این خیلی پرسیدی؟ چی خیر؟ مانندیانه که باور نداری. باور ندارم. به یکون چیزی تو باور ندارم. تو یک شخص دروغگو هستی. گوش کنید بس هست خیر. در اصل به تو بس هستی. شرم نداشته حالا هم دروغ گفته ایستاده. بیگناه کی باشی چرا رفته تسلیم نمیشوی؟ گوش کن من بیگناه اما تا زمانی که خاطره کنعان دیوانه خیلی رفتن گیرد بیگناه بودنم را اثبات کردن نمیتونم. فهمیدی؟ از همه مهمش بیتول است. اگر بیتول کلتکلاس بودن مرا فهمد از من دور می شود. او رو بار دیگر از دست دادن نمیخواهم. چی خیلی نباشد میفهمد؟ نمیفهمد.
تا وقتی که شما نگویید نمیفهم. لیکن من یک چیز رو نفهمیدم. تو میدونیست که از اونم از پی تو است. چرا برای ازدواج کردن با من راضی شدی؟ نمیدونستم. بعد خبردار شدم. مالش بعد خبردار شدی خرچه رو دوام دادی؟ آخر تو برای رد کردن فرصتی زیاد داشتی. چرا چنین کردی؟ چرا گفتم جواب دی؟ بله جواب رو انتظار هستم. چونکه با تو عاشق شدم. تو رو دوست می‌دارم زهرا. دوست می‌دارم. چونکه حالا دروغ موافق نیافتی ها؟ من شما رو در نیمه راه گذاشتن نمیخواستم. همش همین است. به تو باور ندارم. پیشخیزات حساب رو بیارید. چی شد میخیزیم؟ میخیزیم گفته چی رو در نظر داری؟ اکنون دیگر در بین ما گفتن گپ نیست. من میخیزم. Seni severdim hem yan hem uykumda. Teşekkür ederim. Seni severdim ve sana rağmen